یک گروه باغداران و رهبری خوجگی در شهر کلوب برای ویران کردن شهرنامه همدیگر را گناهکار می‌دانند. باغداران خوجگی میر سعید علی حمدانی شکایت دارند که رهبریت خوجگی به اساس زمین‌ها را از دستشان می‌گیرد. 10 ساله کار کردیم. نمی مثال بگیریم که یک گلک 10 ساله امورا کلون میشه چخل میشه. انا آشنا اوما همه روبر و همه چیز اومان که مورا گفتن که ایجا بخیزین پگا ما میاریم سیتکا میکشیم. دعوا سری 5 گکتر زمین می رود که در حدود آن 4 نفر 10 سال پیش از خوجگی میر سعید علی حمدانی طریق اجاره زمین گرفته باغ بنیاد کرده اند. این ساکنان دهه کاریز پایان شهر کلوب سال 2010 با خوجگی شهرنامه 30 ساله بسته اند. باغداران باید برای هر گکتر زمین هر سال $200 اجاره پولی دهند. یک گکترش $200. میسپردین شهرنامه؟ خیلی ما میسپردیم. سو چیز راست مو درخت است خراجات میکنیم، سو زمین در خراجات میکنیم. خیلی ما میرا نتونستیم سو کم چیکای نواز شیده درخت مو با حاصل فروختنش. دوای زمین که 10 سال میشه قدی گلک سنگم برای همین زمین مهنت کردم. با سنگ خلوخ زمین شکل سنگا و با آباد کردم، باغ کردم، مهنت کردم. ایدست من آدمی نامعلوم کشته گرفته سای. این ایروز انصاف میشه که هم مهنت 10 ساله مردم کشم بگیرن. ما از شکایت دارم پیش جناب عالی و پیش تمام کارگرای کلان که همین زمینای باغ ما رو برگردونده بتن. مسئولان خوجگی میر سعید علی حمدانی در نوبت خود باغداران را به نپرداختن شهرنامه 4 ساله عیبدار میکند. پولیس روز دیگر میرفتم میگرفتم جمع کم جوشتم تانسش نمی نشته میدادم اگر سوم میدادم یکی سوم دادگی نیستم که تانسون چند ساله همه را میریم هیچی بیستور که میگن ایوین شما پولی زمین دادیم اندوز زمین اونم مالکی با جورا رسید در شهرنامه خوجگیدار به باغداران گفته شده است توان ضررهای رسیده از حساب نفران گناهکار رویانده می شود. خوجگیداران و هم باغداران در حال همدیگر را در ویران کردن شهرنامه گناهکار می دانند که درختان باغ ثمر آورده اند. معلوم نیست حاصل باغ را خوجگیدار می رویاند یا دهقان و یا زمین ها مال نفری سیوم می شود.